در نخست سرخط خبرها. پاسخ کابل به هشدار وزارت خارجه امریکا. ذبیح الله مجاهد میگوید که افغانستان امن است و تهدید متوجه شهروندان خارجی نیست. چیزی را که ما میشنویم بعضی کشورها احساس خطر میکنن که وابسته به معلومات خودشان است. ادامه بازداشت مهاجران افغان در پاکستان. بیش از 100 مهاجر افغان در منطقه 400 خیبر پختونخوا بازداشت شدند. و هشدار تازه ایران به امریکا. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید که در برابر یاغیان عقب نشینی نخواهند کرد. سلام و وقتتان بخیر. به این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز جمعه 26 سرطان 1405 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جولای 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به درخواست اخیر امریکا در مورد سفر شهروندانش به افغانستان واکنش نشان داد. مجاهد گفته است که افغانستان امن است و اطمینان داد که خاک کشور علیه دیگر کشورها کار گرفته نخواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندانش خواست به افغانستان سفر نکنند. گزارشی داریم از عبدالله بصیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به تازه ترین هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره سفر به افغانستان تاکید کرد که افغانستان امن و باثبات است و اتباع هیچ کشوری با تهدید مواجه نیستند. به گفته او ارزیابی برخی کشورها درباره وضعیت امنیتی افغانستان و اطلاعات و برداشت‌های خودشان مربوط می شود و امارت اسلامی اطمینان می دهد که همه اتباع خارجی که از راه‌های قانونی وارد کشور می شوند از مسئولیت کامل برخوردار هستند. افغانستان امن است و ثبات داره و هیچ اتباع خارجی هیچ کشور کدام تهدید متوجه نیست. چیزی را که ما میشنویم بعضی کشورها احساس خطر میکنن که وابسته به معلومات خودشان است، ولی ما اطمینان میدیم که افغانستان برای هیچ کشور هم تهدید نیست و اتباع کشورهای دیگر که از راه قانونی به افغانستان میان دارای مسئولیت خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته 25 سرطان بار دیگر افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر قرار داده و از شهروندانش خواسته است و هیچ دلیلی به این کشور سفر نکنند. واشنگتن خطر حملات تروریستی، بازداشت، آدمربایی، درگیری‌های مسلحانه و جرایم را از دلایل این هشدار عنوان کرده است. افغانستان در کنار کشورهای چون ایران، روسیه، عراق، سوریه، بلاروس، میانمار و یمن در فهرست 23 کشور پرخطر قرار گرفته است. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که تداوم چنین هشدارهایی بیش از آن که بازتاب واقعیت‌های میدانی باشد، ریشه در ملاحظات سیاسی و امنیتی آمریکا دارد. آمریکا هم با مردم خود فریبکاری داره و هم با مردم افغانستان، در حالی که تمام وضعیت امنیتی و رویدادهای افغانستان تحت کنترل دارند. زمانی که نماینده خاصش از خلیزات به کابل رفت آمد میکنه، او زمان ناامنی افغانستان به یادشان نمیاد. اما در کل آمریکا کوشش میکنه که وضعیت افغانستان به نفع بازی‌های استخباراتی و سیاسی خود استفاده کنه. با این حال مقام‌های امارت اسلامی میگویند که با روی کار آمدن این حکومت روند ورود گردشگران خارجی به افغانستان افزایش چشمگیری داشته و گفته آنان سال گذشته حدود 10,000 گردشگر خارجی از افغانستان دیدن کردند و بر اساس آخرین آمار اداره ملی احصایه و معلومات تنها در 3 ماه نخست سال جاری بیش از 4500 تبع خارجی از کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، آلمان و ایران وارد افغانستان شدند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، بهبود امنیت، تسهیل روند صدور ویزا و تأمین مسئولیت گردشگران را از عوامل اصلی رشد صنعت گردشگری در کشور عنوان می‌کنند. پلیس پاکستان در ادامه عملیات بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی بیش از 115 مهاجر افغان را در منطقه 400 خیبر پختونخوا بازداشت کرده است. مقام‌های محلی میگویند که افراد بازداشت شده پس از طی مراحل اداری از طریق مرکز نگهداری مهاجران در پشاور به افغانستان بازگردانده خواهند شد. همزمان شماری مهاجران گفتند که مالکان خانه از آنان خواسته هرچه زودتر منازل خود را تخلیه کنند.
آنان میگویند که با افزایش فشارها یافتن خانه جدید برای مهاجران فاقد مدرک اقامت تقریبا غیر ممکن است. اجرای اخراج گسترده بدون رعایت اون استانداردهای حقوق بین الملل و برنامه‌ریزی‌های متناسب میتواند تشدید بحران‌ها را بیشتر بکند. بریتانیا اعلام کرد که در 3 سال آینده بیش از 400 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. لندن گفته که این کمک‌ها سالانه 105 میلیون پوند از طریق سازمان‌های بین‌المللی با تمرکز بر تأمین نیازهای حیاتی ارائه خواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل در گزارش اعلام کرده که در سال 2026 حدود 11 میلیون زن و دختر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. شماری از بازرگانان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار میگویند که بسته شدن مسیرهای تجاری بین ایران و پاکستان تأثیر زیادی بر تجارت آنان گذاشته است. بازرگانان اظهار داشتند که قیمت کالاها افزایش یافته و نبود بازارها یکی از مشکلات عمده آنان است. اینجا یک بازار فروش پرزه موتر در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار است که قطعات موتر از آن به بسیاری از ولایت‌های کشور ارسال می شود، اما اکنون تجارت در این بازار به دلیل بسته شدن مسیرهای بین ایران و پاکستان در پی حملات آمریکا متوقف شده است. بازرگانان میگویند که بسیاری از کانتینرها به دلیل بسته شدن تنگه هرمز گیر کردند و این کار سبب رکود بازار شده است. لارې چې بالکل بندي شوي دي، زموږ کاروبارونه بالکل د 100% سره راغلي دي، اوس 10% ولاړ دي. کاروبارونه د ایران د لارو سره بیا برته پیسې راځي، دا اوس کانټینران دا کم لاس مټران بند شوي دي. بازرگانان اضافه میکنند که در چند ماه اخیر قیمت پرزه موتر 2 یا حتی 3 برابر نسبت به قبل افزایش یافته و مردم توان خرید آن را ندارند. کاروبار باندې ډیر غټ تاثیر دی، یعنی ټول دکانداران به مثال یعنی پارت کوم باندې 25 لک افغانۍ 10 لک افغانۍ ځه په 100 لک افغانۍ ټول دکانداران دغه نه است. دغه ستړي نه است، در په در په دنیا هیڅ نیست. بازرگانان همچنین میگویند که توقف بازار کار در ولسوالی اسپین بولدک سبب بیکاری هزاران تن نیز شده است. کارونه نسته، بیخي پر مخ سره ولاړ دي، تقریبا یو 2 هفتې شاوخوا 3 هفتې کې چې هیڅ کاروبار هم نه دی کړی، چې څه و هغه سره خلاص ول، نور د نوي خوا څخه نوي شیان نسته، ګډه پر کار باندې چې دي کارونه ګډه سره خراب دي، شی نسته فیالحال. در همین حال محمد شفیق اچکزی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اسپین بولدک با نگرانی از مسدود شدن مسیر ایران میگوید که این کار مانع واردات شده و هزینه هر کانتینر 3 یا 4 برابر افزایش یافته است. ایران جنگ د سیمه پر ډیرو هیوادو باندې تاثیر کړی دی، نو موږ هم د ایران د جنگ سره زموږ اموال ځنډیږي او هم قیمتي تمامیږي. خصوصي سکتور د افغانستان اسلامي امارت سره په ګډه کوشش کوي چې پخوا موږ پر یوه لار ارتقا درلودم، اوس زموږ پر صادراتو و وارداتو پر مخ باندې ډېرې لارې شته. اسپین بولدک قندهار یکی از مسیرهای مهم تجاری افغانستان با کشورهای منطقه به شمار می رود و بازارهای آن با ویژه در بخش قطعات موتر نقش مهمی در تامین نیاز بسیاری از ولایت‌های کشور دارد. با این حال در پی بسته شدن مسیرهای تجاری میان ایران و پاکستان روند واردات با مشکلات جدی روبرو شده. بازرگانان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر تجارت و اقتصاد محلی وارد کند. و در خارج از کشور در 6مین روز آغاز دوباره جنگ میان امریکا و ایران، نیروهای امریکایی پلها و تأسیسات عمومی را در ولایت هرمزگان هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران هشدار داد که تهران هرگز به امریکا اجازه دخالت در تنگی هرمز را نخواهد داد و در برابر یاغیان نیز عقب نشینی نخواهد کرد. با گذشت 6 روز درگیری‌ها میان ایران و امریکا همچنان با شدت ادامه دارد و دو طرف در 24 ساعت گذشته حملات سنگینی را علیه یکدیگر انجام دادند. ارتش ایران میگوید در واکنش به حملات اخیر امریکا به تأسیسات عمومی به ویژه پل‌های کهورستان و گریوه در استان هرمزگان، پایگاه‌های نظامی امریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده و تأسیسات مهم آنها را منهدم کرده. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران هشدار داده که تهران هرگز به امریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نخواهد داد و تاکید کرده که ایران در برابر یاغیان عقب نشینی نخواهد کرد.
دهان دشمنانمان را پر از خون می‌کنیم. ایران در برابر یاغی هرگز عقب نشینی نخواهد کرد. در مدیریت تنگه هرمز هیچ گونه عقب نشینی حتی به اندازه اندک نخواهد داشت. اگر کشورهای منطقه امریکا را از سرزمین‌های خود بیرون کنند، امنیت منطقه تضمین خواهد شد. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از پایان تازه‌ترین موج حملات هوایی علیه ایران خبر داده و اعلام کرده که در جریان این حملات مراکز دیدبانی ساحلی و پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران را هدف قرار داده. نیروهای امریکایی با استفاده از تسلیحات دقیق ده‌ها هدف نظامی ایران از جمله مراکز دیدبانی ساحلی و پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی ارتش و توانمندی‌های دریایی را هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران حملات اخیر آمریکا به تأسیسات عمومی این کشور را جنایت جنگی خوانده و از کشورهای منطقه خواسته است که به آمریکا اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده کند. این وزارت هشدار داده که ادامه چنین اقداماتی پیامدهای خطرناکی برای کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد داشت. همچنین نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان حملات اخیر آمریکا به زیرساخت‌های ایران را به شدت محکوم کرده و آن را نمونه آشکار از جنایت جنگی دانسته است. حملات اخیر امریکا به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی جنایت جنگی است. کشورهای منطقه نباید اجازه دهند از خاک، دریا و فضای هوایی آنها برای حمله به ایران استفاده شود، زیرا چنین اقدامی هزینه سنگین در پی خواهد داشت. با وجود آن که درگیری‌های تازه میان ایران و آمریکا از حدود یک هفته گذشته با شدت ادامه دارد، کارلین لوید سخنگوی کاخ سفید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان برای دیپلماسی با ایران آمادگی دارد و به گفته او با وجود ادامه جنگ تماس‌های میان دو کشور همچنان ادامه دارد. و سپاسگزاری می‌کنیم از همراهی شما تا این دم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.